مبادئ العلم این بنیاد دانش ها، همون دانش از کجا سر میشه؟ از ان همونجا سر میکنه. مثلا یک طالبی باشد که علم صرف نداند، باید که با او علم صرف رو آغاز کرده شد. یعنی که تماما نمیدونه. یک طالبی هست که مثلا انا گویم قرآن خواندن نمیتونه، باید که او رو از حرف سر کنه. فهمیدید؟ انا همین مبادئ العلم هست. یا که مثلا تفسیر و دیگه علوم شریعت پیش از اون خوندن، اول بید سنجیدن که این مبادئ علم دارد یا نه. مبادئ علم در اینجا عقیده هست. فهمیدید؟ و اصوله، باید که طالب علم سر کنند به اصول علم، یعنی اصل علم. مراد اصل علم یک از فرصت چی هست؟ میگید که عقیده. و یتدرج فیه، یعنی و